از معدود افرادی که در قرآن کریم به صراحت از آنها نام برده شده و از فضل و حکمت و دانش آنها مثال آورده شده لقمان حکیم است. لقمان مردی سیاه پوست بود که در سرزمین سودان چشم به جهان گشود. اگرچه ظاهری زیبا نداشت ولی از دلی روشن، فکری باز و ایمانی استوار برخوردار بود. لقمان در آغاز جوانی غلام خواجه‌ای متمول و توانگر بود. ارباب او در عین جاه و جلال و ثروت و مکنت بسیار ناسپاس و بی صبر بود. چرا گلدان؟ ارباب نادانید، چرا گلدان مرا شکستی؟ خدای من چه میکنه؟ نادان ارباب دارد او را میکشد. بیارزه باید مانش نزن ارباب. خواهش میکنم ارباب. خودتان را ناراحت نکنید. آرام باشید. لعنتی، تا کی باید از دست ندانم کاری های شما آسیب ببینم؟ گلدان قیمتی مرا شکست. خدایا این چه زندگی است که من دارم؟ ناشکری نکنید ارباب. مهم این است که تنتان سلامت باشد. آخر ای لقمان، سلامتی تن به چه درد میخورد وقتی دارم ذره ذره از ناراحتی آب میشم؟ بهتر است همیشه خوبی های زندگی را ببینید تا بدی های آن را. بس است دیگر. زودترین احمق را از جلوی چشمان من دور کن. بله ارباب. کیست؟ آمدم. سلام علیکم. سلام یا طبیب، خوش آمدید. حال اربابت چطور است لقمان؟ شکر خدا نسبت به دیروز بهتر شده، اما هنوز از کسالت بیتابی می کند. پس بهتر از زودتر او را ببینم. صبور باشید، دارم نبضتان را میگیرم. خدایا، این چه دردی است که به جانم افتاده؟ چه زندگی است که من دارم؟ شکر خدا کسالتتان جزئی است. فردا می توانید از بستر برخیزید. لقمان، بفرمایید. دواهایی که تجویز می کنم را همراه طعام به ایشان بده. انشاءالله کسالتشان برطرف شد. خدا، خدا. ارباب، طعام و دوایتان را آوردم. چه گفتی؟ بفرمایید، طعام و دوایتان را میل کنید. لعنتی، نمیخواهم.
ولی ارباب طبیب گفت بس است دیگر. آه خدایا، این چه مرضی است که بر جان من انداختی و آرامش را از جانم رو بود. یک بار جانم بستان و راحتم کن. سلام ای قافله سلام، خوش آمد. امیدوارم خوش خبر باشی. الله چه عرض کنم ارباب، هم خبر خوب هم خبر بد. خبر بد؟ چه خبری؟ نکند راه زنان به قافله زدند؟ راه زنان که نه ارباب، ولی متاسفانه. بگو دیگر، بگو چه شده؟ ارباب باور کنید که ما کوتاهی نکردیم، از جان خود گذشتیم ولی نتوانستیم از این پیش آمد جلوگیری کنیم. جانت بالا بیاید، زودتر بگو ببینم چه شده. راستش ارباب در میان صحرا گرفتار طوفان شن شدیم. یکی از شترهای شما که بار ابریشم داشت دیوانه شد و به میان صحرا دوید. آنقدر دنبال او کردیم تا بالاخره از پا افتاد و بارهایش را برداشتیم، ولی دیدیم که پایش شکسته و به ناچار خلاصش کردیم. چه کردی؟ شرمنده‌ام ارباب. شتر مرا به کشتن دادی؟ خدایا رحم کن. عفو کنید ارباب. مرا ببخشید. خلاصش کردی؟ خلاصت میکنم. این داستان ادامه دارد.